مقامات تاجیکستان گفتند منع واخوری محبوسان با نزدیکانشان به خاطر پیشگیری از خروج کرونا ویروس در زندانها می باشد. بر اساس دستور نو سر از امروز 31 مارس محبوسان موقتا حق ندارند با نزدیکانشان ملاقات های کوتاه مدت و یا دراز مدت داشته باشند. فعلا معلوم نیست که ترتیب نو تا کی دوام میکند. منصور جان عمرов سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در صحبت با رادیو آزادی گفت بجز از قطع واخوری ها محبوسان و کارمندان زندان ها با نقاب های مخصوص تامین شدند. مقامات میگویند در داخل زندان ها جای های مخصوص آماده کردند که در حالت پیدا شدن بیماری همگیر کووید 19 گرفتاران را به آنجا انتقال میدهند. از همین روز اعتباراً از همین روز موقتاً تمام واخوری کوتاه مدت و دراز مدت بین محبوسان و خویشتبارشان قطع کرده شد. پورا بر تمام محبوسان و هیئت شخصی سرریاست کارمندان هیئت شخصی رستوراتورهای مخصوص جدا کردیم، خودمان استحصال کردیم. کاری همین استحصال همین رستوراتورها را ما بر راه ماندیم در تمام مؤسسه‌هامون. پورا ما تامین هستیم. تا قانون عفو سال 2019 شماره محبوسان در تاجیکستان حدود 13000 نفر بود که بر اساس وعده مقامات باید 7000 آنها آزاد می شدند. بعد از قبول عفو معلوم نیست که شماره محبوسان در زندانهای تاجیکستان چند نفر است. مقامات تاجیک در حال واخوری محبوسان با نزدیکانشان را منع می‌کنند که در برخی از کشورها برای پیشگیری از ویروس نوی کرونا محبوسان را موقتا به خانه جواب دادند. مسئولین اداره زندانهای تاجیکستان میگویند فعلا مسئله آزاد کردن زندانیان مورد بررسی نیست. در تاجیکستان خروج کرونا ویروس که بیماری کووید 19 را برمی‌انگیزد تا حال به قید گرفته نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید چاره‌های پیشگیری کننده تقویت داده شده‌اند.